با میدان نبرد آوازخوان‌ها خوش آمدید. امروز میدان در اختیار خواننده پاپ تاجیک در نگاری زر و آوازخوان ایرانی تبار سحر قرار دارد. ترانه برای رقابت از خانم سحر است که هیچ نام دارد و بانوز در نگار آن را نمیتونم نام کرده است. فکر میکنم در پایان این رقابت خواهید دانست که چرا. تو چی باشی چی نباشی پیشم بیمونی یا نمونی من با صد عوض نمیشم من با صد عوض نمیشم تو چی باشی چی نباشی پیشم بمونی یا جداشی من با صد عوض نمیشم من با صد عوض نمیشم تو برام یه حس خوبی که مثل نفس میمونه قدر این حس قشنگو بگو جز من کی میدونه تو برای حس خوبی که مثل نفس میمونه قدر این حس قشنگو بگو جز من که میدونه نمیتونم دیگه مول تو نباشم چجوری بگو چجوری تو ابد مول تو باشم نمیتونم نگران تو نباشم چجوری بگو چجوری تا ابد مال تو باشم دستاتو بگیرم تو بگی میمیرم برای زندگی با تو شبی سر میزینم دستاتو بگیرم تو بگی میمیرم برای زندگی با تو شبی سر میزینم دستاتو میگیرم تو بگی بمیر میمیرم برای زندگی با تو عاشق سر بزیرم دستاتو بگیرم تو بگی میمیرم برای زندگی با تو شبی سر میزینم دستاتو بگیرم تو بگی شما هم پی بردید که خانم زرنگار در این قسمت چیزی را دیگر کرده است. بله، اوج را اجرا نمی کند. چرا؟ جواب را خودش می داند. نمیتونم برنده این رقابت را شما معین نمایید. شرح و نظر خود را زیر نوار بنویسید.